تا بخیر آب از اینجا هم خارج شده، به خاطر که آب سرگاه بند خیلی زیاد شده و انشالله که مردم از آب به وقت خوشی استفاده کنه بخیر. و این هم دهنه سرریزه که واقعا یک نمای جالب، یک نمای قشنگ با خود خود گرفته. شما تصویرش را مشاهده همینین. لوله اضطراری از سمت جنوب دیوار بند همبستگی که ماشاءالله از اینجا هم خیلی آب خارج میشه. واقعا یک آبشار کاملا قشنگ در اینجا به وجود آمده که شما تصویرش را مشاهده همینین. دوستای عزیز، آقای علیزاده همراه دو نفر دیگه تصمیم داره که لوله ریکش هم بخیر باز کنه تا آب از لوله ریکش هم خارج شونه. خب عزیزای بیننده، لوله ریکش هم کم کم باز شد بخیر و ماشاءالله تقریبا 4 اینچ آب خوب پرفشار از اینجا خارج میشه.